انسان مفکر او است که امروز سعی میکنه که خب آیا امروز وقت عزیز که من قوم پرستی بکنم؟ آیا وقت عزیز که من پشتون و تاجک بگویم؟ آیا من که پشتون و تاجک بگویم ضد آیت قرآن گپ نمیزنم؟ آیا من قوم پرست مسلمان هستم؟ نیست. برادر عزیز با صراحت براتان میگم که قوم پرست مسلمان نیست. قوم پرست مسلمان شده نمیتونه. الله میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قوم پرست میگه نه 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 نه، چه پختون نه، چه کعبه تم لارس بیا هم نده منم. و تاجک قوم پرست میگه نه نه نه، تاجک نباشی که از خانه کعبان برایی قبولت ندارم. قوم پرست یهود بود که پیغمبرم مشناخت کافر شدن. و قوم پرست امروز ازبک قوم پرست میگه که او ازبک که نباشی یوق یوق، ازبک یخشی، کافر یخشی، لندغر یخشی ازبک. اما اگر متقی مولوی امیال در بسیاری کشورهای خارجی، در استرالیا، در آلمان، کل علما تبلیغ دین میکنن و به نفع دین تمام میشه، تنها در مساجد افغانی علما را نمیمانن. پشتونا مولای پشتون کش کرده میرن، تاجیکا مولای تاجیک. بی سواد باشه خب فارسیوان باشه، اون میگه ایت ازدنی 5 کتاب دیو وای خب پختو وای. یا مسلمان هستن والله اگه بوی جنت ببینید ترسم نرسی به کعبه عربی. این راه که تو میروی به ترکستان.